بله سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. بله بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سال حق. به سال حق. من مرتضی هستم از آبادان. آقا مرتضی از آبادان، بفرمایید برادر عزیز. بله میگم اون جایی هست که کتاب آقای کلینی نشون دادید و گفتید نمیدونم کلینی بود یا صدوق بود که گفتید هیچ سیاه هر اسود شدید وارد بهشت نمی شود هست. درست. ترجمهش هم زیر خوندید چی نوشته بودن؟ گفتند اونایی که مثلا موهاشون سفید نمیشه یا ریششون سفید نمیشه، درست بود؟ یعنی الان درست نشون دادید؟ جانم در کجا نوشته بود؟ همون که تازه کتابی که نشون دادید. این کتاب خصایص شیخ صدوق. بله آره زیرش هم خوندین ترجمهش رو میگم؟ این خدمت شما، بفرمایید. همون نوشته بود. بفرمایید شما بخونید. لا يدخل الجنة مدمن الخمر ولا سكير ولا عاق ولا شديد السواد. نه ترجمه زیر توضیح که داده توضیحش خوندید؟ قال المصنف هذا الكتاب رضي الله عنه يعني بشديد السواد الذي لا يبيض شيء من شعر رأسه، یعنی سیاهی که چیزی از موی سرش سفید نمیشه، ولا من شعر لحيته و نه موی ریشش، مع كبر السن، یعنی بشدید السواد الذي لا يبيض شيء من شعر رأسه. ولو این باشه، ولو این باشه، این کسی که ریشش سفید نمیشه، موش سفید نمیشه، چه گناهی کرده که وارد جنت نشه؟ ولو این باشه. شاید یک جریانی داشته باشه. چه جریانی؟ بفرمایید شما شرح بدید چه جریانی؟ خب شما درست بگید. وقتی شما سیاه‌پوستا رو نشون میدید عزیزم این اصل حدیث است، این اومده مصنف کتاب شرح داده. از کجا معلوم که این دروغ نگفته باشه؟ خب چرا میگید سیاه اون شخص؟ چرا اون سیاها رو نشون دادید؟ بله اصل حدیث این است که سیاد شدید السواد، نگفته شدید السواد شعر. شدید السواد یعنی من خودم عرب هستم، خوزستانی هستم، آبادانی هستم، عرب اصل هستم. بله میگم خودم عرب هستم. شدید السواد الذي لا يبيض شعره. خب در مورد اصلا در مورد موهاش میگفت، نه که سیاهی خودشو. پس این حالا مثلا شما میگید که فقط در مورد کسایی است که موهاشون سیاه هست. چه گناهی کردن کسایی که موهاشون سیاه هست؟ تقصیرشون چیه؟ نه میگم من اصلا ربطی به این نداره. میگم شما آقای محترم من حرف شما را قبول کردم. شما کاملا درست میفرمایید. کاملا درست میفرمایید. حرف شما درست. چرا انسانی که موهاش سیاه هست نباید وارد چیز بشه؟ خدا من اصلا ربطی به این نه مرد دینی هستم نه اصلا هیچ ربطی به این نداره. یک سوال دیگه، شما که مادامی که خوزستانی هستید، عرب هستید، اینو ترجمه کنید. بیار احمد جان رو صفحه تلویزیون ترجمه کن. اینو چیه؟ اینم در خصال جلد دوم از صدوق اومده. ترجمه کن که چیه؟ الو. بله الان این تصویری که رو مانیتور شما هست اینو بخونید ترجمه بکنید مادامی که شما عرب هستید. میگم من که نگفتم چیز عربی هم استاد عربی هم. خب من میخونم شما ترجمه بکنید. لا يدخل حلاوة الایمان قلوب السبعه. در 7 قلب حلاوت ایمان، شیرینی ایمان داخل نمیشه، یعنی مؤمن نمیشه. 7 طایفه. یکی لا يدخل حلاوة الایمان قلب سندی، در قلب سندی یعنی اهل پاکستان، ولا زنجی سیاها، ولا خوزی یعنی اهل خوزستان، ولا کردی یعنی اهل کردستان، ولا بربری اینایی که در شمال آفریقا زندگی میکنن.
بعد این خوزی چطور شد اهل خوزستان باشه؟ از همون خوزی قدیم یعنی ایام خوزستان. همینجا احواز بوده. خوزی یعنی الاحواز خوزستان بوده. برادر عزیز. خوزی اصلا چه ربطی به الاحواز داره؟ شما گفتی من خوزستانی الان شما هستم. تاریخ لحظات احواز رو پیش بخونید، 5 لحظات سال. پیش آقای محترم، لحظات پیش شما فرمودید که من خودم خوزستانی عرب هم، هستم و آبادان هم. خوزستانی هستم. الان شما من خوزستانی عرب ها هستم و خوزستانی هستم. ایمان وارد قلبتون نمیشه. الان که این مسئله خوزی رو اینجا آوردم اصلا میگی اینجا من نوشته اهوازی هر هستم موقع خوزستانی نوشته نیستم. الاحواز. اینجا ننوشته الاحواز، نوشته الخوزی. الخوزی چه ربطی به الاحواز داره؟ عزیزم شما گفتی من خوزستانی هستم. لحظات پیش فرمودی که من عربم و اهل خوزستان من عرب هستم. عرب الاصیل هستم. اهل خوزستان هستید. فرمودید که خوزستانی هستم. درسته؟ خوزستانی هستم، عرب خب اصیل هستم. الان شما اهل که آبادان. خوزستانی هستید ایمان وارد قلب شما نمیشه. اینو شیخ صدوق میگه. چرا ایمان وارد قلب شما نمیشه؟ یعنی الخوزی نوشته الان تو اگر من بخوام از کتاب از صحیح مسلم و صحیح بخاری آقای محترم، صحیح مسلم صحیح بخاری رو اگر که هر کسی گفته باشه، میگم صحیح بخاری و مسلم میگی، هر کسی گفته باشه که ایمان بر اساس قوم و بر اساس شهر وارد قلب کسی نمیشه، غلط کرده هر کی گفته. اینو بیار، اینو برای من ترجمه بکن شما که چرا شیخ صدوق گفته. شما مادامی که اعتراض کردی، یعنی سندی ها و زنجی ها و خوزی ها و کردی ها. زنجی یعنی چی؟ زنجی یعنی سیاه. درسته یا نه؟ الان این نوشته زیرش مثلا حدیث صحیح. تعریف حدیث صحیح چی است در نزد شما شیعیان؟ میتونی تعریف حدیث صحیح رو بگی برای من؟ حدیث صحیح چیزیه که مثلا بیشتر علما تصحیحش کردن. چیزی که مثلا در کجا گفته اینو؟ در کجا گفته؟ اگر مقایسه با آیات قرآن بکنی صحیح در کجا گفته؟ در کجا گفته؟ در کجا گفته؟ در کجا گفته اینو؟ من کار به اینا ندارم. من خودم دارم میگم. سبحان الله. نشد خیلی دیگه. چیزها هست در صحیح مسلم. آقا مرتضی نشد اینطوری. نشد. الان شما اومدید گفتید من عرب هستم و اعتراض کردید به این حدیث. من از شما به عنوان یک شیعه آقا مرتضی جون تعریف حدیث صحیح از یکی از کتاب‌های شیعه رو برای من بیان بکنید. بسم الله. من نگفت، من همون اولم گفتم مرد دینی نیستم. من همینطور. پس چرا در مورد این حدیث چرا اظهار نظر میکنید؟ میگین درست نیست. کدوم حدیث؟ من اصلا هیچی نگفتم. من گفتم اونو اشتباه نوشتید. الان منم هستم تا آقای محترم من اشتباه ننوشتم. این از کتاب الخصال. احمد جان یه بار دیگه نشان بده. من میگم شیخ صدوق اشتباهی دادین، اکثر نشون دادین. آقای محترم یعنی اون اشتباه حرف شما رو من قبول کردم. در اصل حدیث اومده شدید و سواد. آقا اومده در پایین شرح داده، گفته که منظور از موی سر است. حالا یک بیچاره بدبختی که موی سرش سیاه هست، شدید و سواد هست، هیچ سفیدی نداره، این چه گناهی کرده که باید بره جهنم؟ این معما رو برای من حل کن. جانم میگم یا حدیث باطله یا حدیث ضعیفه یا اصلا دوره. از کجا میدونی شما؟ از کجا میدونی؟ در کجا گفته؟ خب معلومه شما میرید دنبال حدیثایی مثل ما میریم دنبال. آقای محترم، آقا مرتضی من از یک کتاب نیاوردم. از چندین کتاب آوردم. ثانیاً این شیخ صدوق چندین کتاب من میتونم چند روز دیگه بهتون. آقای محترم من الان شما به عنوان یک خوزستانی این آقای شیخ صدوق تهمت میزنه به کی؟ به یکی از ائمه اهل بیت که ایشون میگه که سندی و زنجی و خوزی و کردی و بربری و تهرانی ایمان وارد قلبشون نمیشه. شما تازه ببخشید یه لحظه، شما تازه گفتید که شیخ امام الاعظم ابو حنیفه. یک لحظه امام اعظم بذار، امام اعظم ربطی به شما نداره. الان در مورد این مسئله شما اونجا ایراد گرفتی، گفتی که شدید و سواد یعنی کسی که یک لحظه گوش کنید حرف منو. آقای محترم حرف منو گوش کنید. شما ایراد گرفتید، مثلا امام حنیفه رو بذارید کنار رحم الله رو. شما ایراد گرفتی گفتی اینجا شدید و سواد یعنی کسی که موهاش زیاد سیاه باشه. ولو که حرف شما رو قبولم بکنیم، باز این کسی که موهاش سیاه باشه چه گناهی کرده که باید بره جهنم؟
حالا اون قبول، حرف شما من اصلا قبول، گفتم حرف شما من قبول، مرد دینی حرف شما نیستم. قبول، اونجا اشتباس، اونو قبول نمی کنیم. اینجا شیخ صدوق میگه که سندی و زنجی و خوزستانی و کردی اصلا مؤمن نمیشن، ایمان وارد قلبشون نمیشه. چرا؟ جواب من رو بده. چرا 5000 سال پیش آقا مرتضی؟ چرا؟ من دارم بهتون میگم این شاید حدیث باطلی باشه. الان تشکر شما از شما. نشون بدید که این حدیث صحیحه. کجا گفته که صحیح است، کجا گفته صحیح نیست؟ در کجا گفته؟ این کار شماست، کار من نیست. نشون بدید همونطور که شما باید. اصلا من میگم مرد دینی نیستم، زنگ نزدم که از شیعه دفاع کنم یا از سنی دفاع کنم. تشکر آقا مرتضی، تشکر میکنم از شما و تشکر از شما. عزیز من تشکر از شما، زنده باشید، خدا نگهدارت. مادامی که عالم دین نیستید، نه بحث حدیث صحیح و حدیث ضعیف، در کل دین شیعه یک حدیث صحیح برای من بیارید. این تحدی و چالش است. بسم الله.